اسمش محمد حسام بود و این دکمه سبز رنگ روی گوشی موبایلتون که میاد جونشو گرفت. 3 روز پیش آقا محمد حسام، این بچه بی زبون، داشته با گوشی موبایلش یه بازی میکرده و همزمان گوشیش به شارژر وصل. گوشیش زنگ میخوره و اینجا جاییه که اوضاع خیلی وخیم میشه. یکی از عزیزانش باهاش تماس میگیره و اونم این دکمه سبز رو میزنه و موبایل کنار صورت این بچه میترکه. ضربه مغزی میشه و میبرنش کما. بعد از بردنش به کما، این بی زبون 3 روز تو آی سی یو میمونه و روز سوم با ما خداحافظی میکنه. اول از همه که باید بگم تسلیت به خانواده این بچه معصوم، بچه آینده درخشانی روبروش بود. و دوم اینه که امیدوارم این یه آگاهی بشه برای همه ما. وقتی گوشی موبایلمون به شارژ وصله، اصلا نباید باش استفاده کنیم. دلیلش چیه؟ این باتری لیتیومی بر اثر عاده بازی‌های گرافیکی، همین اینستاگرام ساده، همین ریلز بالا و پایین کردن ها، گوشیتون داغ میکنه. داغی گوشیتون مال باتری لیتیومیه، مال خرابی قسمتی از نرم افزار سخت افزار نیست. پس استفاده نکنید از گوشیتون وقتی به شارژه. شما با استفاده کردن از گوشیتون هنگام به شارژ، گوشیتون رو وارد زنجیره حرارتی میکنید. این واکنش زنجیره حرارتی اسمش هست ترمال رانوی و این ترمال رانوی اوضاع خیلی وخیم میشه به محض که این که دکمه سبز رنگو بزنید، استفاده باتری و برق رسانی به گوشیتون بسیار زیاد میشه که موج الکترومغناطیسی توی حتی بدنتون هم سرایت میکنه، هم جسمتون میزنید و این اتفاق هم با این که خیلی به ندرت اتفاق میفته، اما ممکنه نفر بعدی یکی از ماها باشه. پس قربانی دیگه از دست ندیم و برای روح این بچه معصوم محمد حسام هم یه صلوات یا یه دعای قشنگ بکنیم. بازم تسلیت میگم به کل ملت شریف.